التماس مردم تاجیک ازبک ماند یاردم کنی من چند جاها رفتم نتونستم یاردم کنیم گفتم یاردم نکردن ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед дар канали мо. Бародаро, имрӯз холашкамон аэропорт омадааст. Як муроҷиат карданем. Холам худаш ҳол ҳамаша гап мезанад. السلام علیکم مردم مهاجر من یک مادر اسلامی ام التماس دمه یاردم کنین من همین روسیه آمدم نتونستم کار کده من یک تا فرزند دارم اول و آخر وقت روزم مردگی خانه در ندارم در هر جا میگردم یک دخترک دارم دخترم کسلی رک سه تا بوده که میده داره در خانه التماس یاردم کنین اقلا یک خانه گیرم یا در خانه هم باشم مایل به مینت شینم در بدر میگردم رونگ بسودم در کجا میگردم نمیدونم حیرانم من همین نمر نمر عبدالله جان نیافتم کفته من همین ایروپورت اومدم همین ایروپورت یافتم شد التماس مردم تاجیک ازبک ماند یاردم کنی من چند جاها رفتم نتونستم یاردم کنیم گفتم یاردم نکردن التماس بچه های عزیزم همچه مادر قبول کنیم بچه ندارم که من تکیه به بچه کنم خونه در ندارم التماس مردم تاجیک من یاردم کنیم دخترتون گفتید کسل است. او چی کسل است؟ کسلی رگای کسلی رگ گفتگیان سرطان گفتگیان کسلی رگ گفتگیان 2 سال در بالنسی تشکیل خورد بای بالنسی ها جواب دادگیان اومدگیان چشماش خیره میبینن نمیبینه چشماش من میخوام که یک خونه در داشته باشم هم دخترک میگیرم برام دومادم زن گرفته گیرم برام قطیم هم رشینه من اول در تاجیکستان بودم بعد ازبکستان شو کردم همه سونده موندم به صاحبی قیم بوده بچه جانو دیگه صاحب درنگ نیافتم که من یاردم کنه کجایی رفتم گفتن هر کس روزی خودش برآمدم مجبور شدم همین مسکو اومدم مسکو دا کار کردن نتونستم التماس یاردم کنین شما چند فرزند دارین خالد؟ یک دخترک دارم بچه ندارین؟ نه بچه ندارم من یک دخترک دارم برادرها چند تا که میتونین خیلی خالم یاردم کنیم انشالله خیلی ما هم یاردم میکنیم شما هم یاردم کنین کسی چند که میتونه یاردم کنید 150 روبل сам главное یاری خطونا برسونین به اهمیت نشین برادران عزیز التماس بچه جونو التماس یاردم تونا دریغ ندارین شما اومده 100 سوم یاردم کنید خدا شما ده 1000 سوم گردونه التماس بچه جون من هم یک مادری اسلامیم مجبور شدم و آمدم من اصلا یگان جورا نمیدونستم در هر یک نمازم دعا میکنم تونو بچه جانوی عزیزم با پجان یگان کارت دارین یگان کارت تونسته کارت دارم کارت خطونه نه؟ ها کارت این خودم نومیروی کیان با؟ نومیروی خودم نومیروی خطونه؟ اگر ما بود برادرو زنگ زنن همین نومیرو ده خطون جواب میتین؟ ها خودم جواب میتیم با همین نومیرو ده ایموتون واتساپ دون یگان چی هسته؟ مثال یگان برادرو سوم پارتویان یا که شما کتی دیده گپ زدن میخوان یگان برادرو من هستن دیده گپ زده خوان شما میتونین ویدیو ویزیفا بردارین اینا برادران عزیز تلفن نومیروشان خلاما بعد نمره کارت زبیربانک شون برادرها چند که میتونین یاردم کنین خالم به اهمیت نشین التماس برادرها ما باوری دارم که شما به اهمیت نمیشین یاری خطون میرسونین انشالله خالم ده همش خوب میشه خالم میگه که داجی با کارپلات آوازی ندارم میگه کوارتیر پولی اومده پول ندارم که تیون دو روزای مجبور کرده برای همین ثواب شده اومدم مامی عبدالله جانو کوفته ما هم مجبور شدیم برادرها خالم یاردم کنیم مقصد با یاری شما هم کنکریت در کار است برادرها به یاری شما هیچ کسی ما برای همین چند که میتونیم برادرها یاردم کنیم به اهمیت نشین
خلاجان بو یگان چی سخن داشته باشی گپ زن خیر میاری چی سخن دارم خیلی التماس میکنم فقط التجا میکنم که همی یاردم کنم هر یک نمازم را دوام میکنم هر یک کتاب خونیم را دوام میکنم تو بچه جانو من همی صاحبی یک خونه یک شوم بس ایمده التماس شما یاردم کنیم با یک بلو میکنم ایس وصول جا میکنم یاردم میکنم بچه ها التماس کسی چند قطعات کسانی که نمیتونن برادر اگر نتونید کامنتاری خوابی در کار نیست فقط دعا کنین در حق همین مادر که دعا کنن خوب شود پیشروی شود مثال که دعا کنین کسی که نمیتونه یاردم کردن خیلی دعا کنین در حق شما من باور دارم که برادران شما دستگیری میکنین انشاءالله خالام همیت نمیشینده یاردمش هم میرسونیم کسانی که مرا میفهمه رحمت بچم خدا شما دمیار و مددگار باشه در این جاهای مسافری ما دیدم عذابای شما رو دیدم من میخوام اصلا خلبای نشوه خدا جان پیشرو شوه خدا همیشه خرسند باشیم بچه جانو من فقط دعا میکنم هر یک نمازی شت خوندگیم رو دعا میکنم شما رو که همیشه خرسند باشه مایل رحمت بچه جانو